دیدم آقای جلیلی که تنها بازمانده از این همه کاندیداهایی بودن که می‌خواستن به ایران خدمت کنن. آقای جلیلی مونده بود که رقیب آقای پزشکیان بود. آقای جلیلی پرچم عراق رو انداختی رو گردنت و عکس گرفتی. اینو از خود عراق فرستادن اینجا وایرال شده. من الان آخرین ویدیو میذارم. 8 سال ما تو دفاع مقدس نبودیم، شهید ندادیم که اینجوری بشه. آخه هر کاری میکنه میگه ما شهید دادیم. اتفاقا اون عده زیادی که مدعیان شهید ندادن، شهید ماها دادیم، مردم دادن، نه مسئولین. شما که بچه‌هاتون اونورن که دارین عشق دنیا رو میکنن. آره من تا الان نگفتم ولی اینجا میگم من خودم فرزند شهیدم، اما به جرئتم میگم که آرمان امثال پدر من این نبود که آدمی که میاد کاندید ریاست جمهوری برای یه مملکتی مثل ایران میشه پرچم عراق بندازه رو گردنش عکس بگیره، بعد از خود عراق فرستاده بشه و اینجا وایرال بشه. تو رو خدا آقای جلیلی خجالت بکشید، حیا کنید. به خدا این کار خوب نیست. من میدونم خیلی هم پشتتونن، اما درست نیست. اینجا ایرانه. شما تو ایران داری زندگی میکنی، نون مملکت ایران رو داری میخوری، پرچم عراق انداخته رو گردنت.